بنایی که الان شما مشاهده کردینی بنای خشککاریه بدون ملات، فقط سنگ و خاک، مربوط به دوران هخامنشی ها و اقوام بلوچ و بلوچکاره بودن که جا سکونت رو گرفت. قدیمی، خیلی قدیمی هست. مشاهده بکنید الان یه عده افراد سوجی اون کلانشون به عنوان که چه گنجیه، ولی خیلی چیزا دستگیرش نبود، فقط منتها متاسفانه تخریب شو کرده. انشالله که بپسندید یه اثر از ما. حق نگهدار همه عزیزان، انشالله که بیا نزدیک ببینی که قدیم چه زحمتشو کشیده در کوهستان منطقه ما. این کوه هم معروف به کوه کوله مزاری یا کوه شاخهای کوه سرشاخهای کوه زندان. آن طرف هم دیگه کشناوه. این عزیزان هم همراه ما هستند به عنوان تفریح گردش. بله جان، بله جان. بله آبی یک جا نشان آوری. بله راه آبی یک جا. آها. از یک جا هنده به یک جا دست. بله دست شما در نکنه آقای دلاوری که به ما راهنمایی که و از بیانات فیض ما با. ممنون، منتظر، سلامت باشید.